از وقتی یادم میاد در نگرانی و استرس و ترس از دست دادن پدر و مادرم بودم. از همون دوران بچگی و از اینکه به روزی برسم که پدر و مادرم رو نداشته باشم خیلی هراسان بودم. از سرزدنهای شبونه برای اطمینان از صحت سلامتیشون گرفته تا دعا و نیایش در طول روز برای افزایش طول عمرشون. صبح همین چند روز پیش بود که خواهرم با هم تماس گرفت و با گریه گفت داداش بابا حالش خوب نیست. پشت فرمون که بودم فقط دعا می‌کردم خدایا امروز اون روز نباشه. خواهش میکنم. به بیمارستان که رسیدم یه چند دقیقه‌ای میشد که پدرم رو که دچار حمله قلبی شده بود به بیمارستان آورده بودند و در حال رسیدگی و انجام کارهای اولیه بودند. همینطور که پدرم رو نگاه میکردم دیدم چقدر حرف نگفته دارم که بهش بزنم. با خودم گفتم چقدر سوال داری ازش بپرسی. قول دادم به خودم تو اولین فرصت که حالش بهتر شد همه این سوالا و این حرفایی که تو دلم مونده بود رو حتما بهش میگم. تو همین فکرها بودم که یهو صدای بوق ممتد اون دستگاه لعنتی بلند شد. پزشکا به سرعت رفتن سمت پدرم و من خشک شده بودم. انگار هیچ صدایی نمیشنیدم. میدونین خیلی سخته عزیزترین شخص زندگیتون توی این همچین حالتی باشه و شما هیچ کاری از دستتون بر نیاد. هیچ کاری. روزگار نامرد با تمام قدرتی که داشت به جنگ بابا رفته بود. روزگار نامرد با تمام نیرویی که داشت به جنگ بابا رفته بود چون میدونست چقدر رقیبش سرسخته. اما من به خوبی میدونستم به پدرم چقدر خسته و پر از زخم‌های کهنه قبلی از جنگ‌های قبلیه. و فقط زیر لبم میگفتم قوی باش، تو رو خدا قوی باش بابا، پسرت اینجاست من اینجام، نگران نباش، فقط قوی باش. نمیدونم عملیات احیا چقدر طول کشید، چند دقیقه گذشت. فقط میدونم که اون چند دقیقه واسه من چندین سال طول کشید. یه چند دقیقه ای وقت لازم داشتم تا بتونم جمله ای که چند دقیقه پیش پزشک بهم گفته بود و رفته بود را بفهمم. متاسفم. این همون جمله دردناک پزشک بود. حالا من در همان روزهایی هستم که یک عمر تمام ازش میترسیدم.
زندگی به طور کامل بی اغراق به طور کامل بر من تمام شد. لعنت به روزگار و قانون بر ظلمش، لعنت به این احساس عمیق آدمی، لعنت به این بخشیدنها و پس گرفتنهای بعد از وابستگی، لعنت به فلسفه مرگ و خاموش شدن انسانها در یک لحظه تا ابدالآبدین، لعنت به فلسفه مرگ که عزیزترین فرد زندگیتون رو از دست میدید و حتی یک کلمه تازه دیگه ازش نخواهید شنید تو هیچ دنیایی، نه تو این دنیا، نه تو اون دنیا و نه تو هر دنیای لعنتی دیگه. لعنت به خورشیدی که بعد از امروز طلوع میکنه، لعنت به روز و شبی که بعد از امروز در گردشن، لعنت به هر احساس و هر اتفاق و هر دنیایی که توش بابا ندار. ما گریه کنان بر سر خاک پدران، زین غم که شدند زین جهان گذران. در زیر زمین هم پدران میگریم بر تلخی زندگی ما پسران. به نام بابا، با احترام به ساحت مقدس پدرم، مردی که شرافت و انسانیت و مردونگیش هر مرد و نامردی رو مجبور به احترام میکرد، مردی از دیاری قریب که در مقابل سختی‌های روزگار و زورگویی‌هایش تنها ایستادگی کرد و این ایستادگیش را در تمام طول عمر خود برای آسایش اطرافیانش حفظ کرد و ایستاده هم رفت. مردی شریف، با رفتنش جمعیتی بسیار احساس یتیم کرده و از ته جان گریسته. مردی بزرگ که تا دنیاست، هر روزگار فقدانش را فریاد میزند.
هدف اصلی من از ضبط این کلیپ این بود که بتونم تشکر کنم از تمامی دوستان و آشنایانی که هر کدوم به نحوی همدردی خودشون رو در فقدان پدرم با من و خانواده‌ام هیچ کدوم از شما عزیزان پدرم را فراموش نخواهید کرد و باور دارم یاد و خاطره او در ذهنتان همیشه زنده خواهد ماند. به قول پدرم یا الله خداحافظ. بابا يابا هذه إني محران نفس الولد اللي قال عامر يا سند روح على كتافك. تتذكر يوم قلت لي ما تخليني انهزم. تتذكر وعدتني تزوجني بيدك. يابا هسه وينك؟
زلت أني والدنيا من دونك، أبرد من التراب زلت أني، والوعود اللي صارت هزتي بكل ليل يابا ما أصدق سرت تحت التراب، فأني بعدني أدور على صوتك إني محران يابا، بابا ارجع يا بابا ارجع، لو حتى نفس واحد، حتى حالقلب المكسور مال محران يرتاح لحظة واحد بس، لحظة واحد بس. ارجع يابا ارجع بابا ارجع بابا يابا. لا ما عندنا لا ما عندنا خلي أغني أنت إركسي ليلى ليلى شنو هذا؟ مال الشعر؟ هذا مال الشعر، هذا مال الشعر. عليكم ورحمة به این همه انسانیت و شرافتی که برای من به میراث گذاشتی و من خوب میدانم که چه زحمت‌ها و چه زجرهایی برای میراث کشیدی. نیاز به استراحت پس
آسوده بخواب پدرم راحت و این بار دیگه نیازی نیست نگرانی هیچ راحت و آسوده بخواب پدرم که پسرت دارم